سلام به اشوازا، همه این بازا، رشتیا، لوتیا، جا تو خالی. خیلی بچه ها دارن بهم میگن از اون سیاه از کجا میاری یا چجوری میندازی بالا. کسی که این کاره باشه پیدا میکنه، یعنی جا تو خالی. یه نیم ساعت پیش بار زدم، انداختم بالا، یه حبه کوچولو انداختم بالا، یه چای ریزم زدم. الان یعنی ببین اینجا نگاه کن، اصلا یه اوف گرم شده، بخاری هم گرفتم، یک دارم ببین حال میکنم، یعنی انقدر خودم رو خاروندم و این ور اون ور اینجا دستم میره پایین، اصلا بیا تماشا کن. در کل میخوام بگم که صبح خیلی سرد بودش. من چون که میرم بعضی وقتا سر کار با خودم همیشه پتومو میبرم، مثلا یه دفعه بار میخورم، مثلا بعد 2 ساعت الاف باشه، یا میگیرم میخوابم یا هرچی. الان یه بار زدم 4 تا کاس شعره انداختم بالا، یعنی ببین اوف سیگار میکشم و خودم میخوارونم، سیگار میکشم. بعد که گفت صابکارت بابا بینم میگه صابکارم نمیدونه که صابکارم یه بار خف کرد تو یه مشتما، یه چیزی اومد تو ماشین مثلا برگه برداره، مدارکو برداره، یه مشتما جلو چیز بوده، یه چیز کوچیک انقدر بودش. گفت این چیه؟ گفتم این یه چیز تو چیز کشور ما واسه بدنه، گرم مثلا گرمی بده یا سردی، یه کاسه ماشین رو گفتم بهش. بعد اونجا نگاه کرد، خب بده منم بخورم، بده منم بخورم امتحان کنم. گفتم نه بابا چیز نگو، فقط واسه من ندارم، من مریضی. صاحبکار میدونه من این چیزو میندازم ولی خب نمیدونه این چیه راستیتش. میدونه که نمیدونه چیه، دیده تو ماشین 20 بار خفتم کرده میگه این چیه، یا تو ماشین اون یکی جا گذاشتم راننده مثلا عکس فرستاده گفته این چیه تو مشتما پیچیدی. بعد اینو میخوام بگم که الان جا تو خالی خیلی نشه یعنی دارم یه سیگار الان یه سیگار دارم قطع کنم، دوباره یه سیگار میزنم، اوه زیر چشم آقا اصلا چشم باز نمیشه، یک حالی داره میده. فقط بعد دارم یه این برانور واسم یه جا تو پمپ بنزینا یه دونه کافه یه دونه چای دیگه چیز کنم ردیف کنم بزنم میترکه یعنی یه ساعتم تو مقصد راه دارم برسم دیگه، هیچی دیگه. واسم بگم که راننده کامیون اینو باید بندازه، اونی که نندازه راننده کامیون نیست. من برم خیلی زدرم حال میکنم بخورم. با خودت تو باشی، عشق داشتی یا فدایی داری. خداحافظ.